الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر از ما سوال کردند که خواندن سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد از قرائت یا بعد از دعا از کجا پیدا شده است؟ در کدام زمان پیدا شده است؟ از کجا پیدا شده است و چه اصلی دارد؟ البته در منطقه های ما مشاهده می شود که بعد از هر یک قرائت این آیت را می خوانند، برای آنکه این دعا نیست، این آیت است، آیت از سوره قرآن است، والله اعلم در سوره صافات آخرین آیت، و بعد از این دعا می کنند، گویا که به این تلاوت به این آیت یا در حالت تلاوت نکردن این آیت یک کمبودی به وجود آمده است. اولا ما میگیم که حکم این عمل چیست؟ حکمش بدعت است. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرائت میکردند و صحابگان به همدیگر تلاوت میکردند، قرآن را تلاوت میکردند، اما یگان مراتبه روایت نشده است که بعد از قرائت قرآن این آیت را خوانده باشند مخصوص. و این چنین از تابعین، از امام ها و در صدر اسلام این عمل دیده نشده است. در قرون المفضل این چنین عمل ها وجود نداشت. پس انجام دادن این عمل بدعت است. بعد از قرائت یا که بعد از دعا، بعضی ها دعا میکنند و در آخر دعا، عادتا ترک ها یا که بعضی در عرب هم دیده می شود، دعا میکنند و در آخر دعا سبحان ربک رب العزة عما یصفون را میخوانند و بعد از این دعا میکنند. یا بعضی ها در یک مجلس میکنند، در آخر مجلس این آیت را میخوانند سبحان ربک رب العزة عما یصفون و میخیزند در آخر دعا، و این هم بدعت است و این خلاف سنت است. خیلی که علما گفتند این چنین عمل در صحابگان دیده نشده است، بلکه اونها وقتی که از مجلس میخیستند یا وقتی که سخن میکردند در آخر سخن میگفتند سبحانك اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. پیامبر حدیث گفتند که هر کسی که در مجلس می نشیند یا سخن میکند و در آخرین دعا را میکند گناهش بخشیده خواهد شد. اما بعد از قرائت هیچ چیزی نمیگفتند، قرائت میکردند و به پایان میرسید. و بعد از قرائت صدق الله العظیم، صدق الله العلی العظیم، این چنین سخن را همیشه پای در پای گفتن هم بدعت است و این هم وجود ندارد در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، وجود ندارد که صحابگان بعد از قرائت این چنین عمل را و این چنین سخن را انجام ندادند، بلکه قرائت میکنید وقتی که به پایان رسید تمام است. اما کی پیدا شده است؟ البته زمانی که اهل امت اسلام از علم و از فهم سنت دور رفتن، این عمل ها پیدا شده است و روز به روز عمل های نو هم پیدا می شود. برای که میگن ترک سنت این پیدا شدن بدعت است. وقتی که یک سنت ترک می شود بدعت پیدا می شود و وقتی که یک بدعت پیدا شد سنت ترک می شود. و البته این در منطقه های ما، خصوصا در منطقه های ما به وجود آمده است، در منطقه هایی که اهل سنت و جماعت نشینی که در عرب ها هستند یا که در جزیره عرب به مانند مملکت عربستان سعودی و خلیج این عمل ها دیده نمی شود. عادتا این عمل را صوفی ها پیدا کردند، والله اعلم. و سوال شده است در مسئله این که آیا، سوال دوم این است که توبه کردن، استغفار کردن آیا نماز دارد؟ بله، بارک الله فیکم. توبه کردن چند نمودهای خود را دارد. انسان می تواند که دست خود را بردارد و استغفر الله گوید و توبه بکند، و انسان بدون دست برداشتن می تواند که دعا بکند، استغفار بکند، توبه بکند. و اما حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که من اذنب ذنبا ثم قام فتوضأ فصلى ركعتين فاستغفر، هر کسی که گناهی را انجام بدهد و بعد از این وضو بگیرد، اسباغ الوضو بکند و 2 رکعت نماز بخواند، نماز به نیت قلبی نه به نیت زبانی، به نیت قلبی نماز توبه، استغفار بکند و توبه به سوی الله بکند، الله گناهش را خواهد بخشید.
پس نصیحت من برای برادران و خواهران عزیز این است که بعد از گناه حتما نماز توبه را انجام بدهید که الله رحمان و رحیم است و به سبب این شما را خواهد بخشید.